تا آغاز سال خوانش نو روزهای به شمار باقی مانده است. مسئولین شعبه معارف و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و اساسی شهری ترسونزاده از تمام امکانات ها استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادند که برای قبول خوانندگان در صنفخانه های زیبا و برهوا و مجهز به تمام عیانیت های تعلیمی آماده باشند. گرد و اطراف مؤسسه به تعمیر رفته ایستاده است و تمام صنفخانه ها داخل مؤسسه برای قبول خوانندگان آماده است. این البته دستگیری والدین خوانندگان مؤسسه بود که برای تعمیر مؤسسه ما را دستگیری کردند، هم با مواد ساختمانی هم با دیگر موادها. در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شوند. به گفته مسئولین تا مهلت مقرر گردیده در همه مؤسسه های تعلیمی تعمیر و تجهیزاندن صنفخانه ها به انجام رسیدند. در دوام تعطیل تابستانه مؤسسه پور از تعمیر جاری برآورده شد. همه صنفخانه ها برای سال تحصیل نو آماده می باشد. سال گذشته 84 نفر خوانندگان صنف 11 یعنی ختم کنندگان ختم نمودند و اکثریت آنها به دانشگاه‌های عالی جمهوری و به دانشگاه‌های عالی خارج کشور داخل شدند. در پیشبرد کارهای تعمیر و تجهیزاندن مؤسسه ها و تأسیس صنفخانه های علاوگی پدر و مادران و صاحبکاران محلی نیز سهم می‌گذارند. امسال از حساب اساسه پدر و مادران با یاری آنها مؤسسه پره از تعمیر جاری برآورده شد و برای سال تحصیلی 2019-2020 پره آماده می باشد. سال تحصیلی 2018-2019 40 نفر خوانندگان صنف 11 مؤسسه را ختم نمودند و طریق تستی قریب 80% خوانندگان از مرکز ملی تستی گذاشتند و دانشکده‌های عالی جمهوریوی و بیرون از جمهوریوی. تأمین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورس از دستور و هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گردانند. این دستور سرمشق فعالیت رهبریت شعبه معارف شهری ترسونزاده گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانیت‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.